آرزو دارم که تا امسال ماشین دار شوم. چرا نه؟ من آرزو دارم که مثال خیلی خانه دار شویم. کسی که خانه دار نیست. آرزو دارم که دانشگاه رو ختم کرده با بهای خوب بالا صاحب کسب و کاری ناز گردم. نه کار در درآمده هستم. آرزو دارم که همین فرمانی من برآمده ایستاده. آرزو دارم که همین فرمان برای کار ما دوام بیاره. شخصا خودم آرزوی او را داشتم که امسال سال اویله اعلان شده است. اویله ما هم یکی از اویله های بهترین باشد. فرزندان ما در ساحه های مختلفی جمهوری خدمت کنند به خلق و وطن. آرزوی من همین است. آرزوی من همین است که اقتصادیات تاجیکستان پیش رود. مردم تواند زندگی خود را خوب کند. یک مسئله از همه مهم پرابلم مهاجران. حکومت تاجیکستان باید کوشش کند که اون پرابلم هایی که در روسیه حالا نسبت تاجیکان مهاجران تاجیک به وجود آمده است این را برطرف کند. دیگر مسئله که ما روز تا روز دیده ایستادیم که اون حقوق‌هایی که چند سال پیش مردم داشت اونها هم پس رفته ایستادن. مثلا وقتای اخیر چند قانون‌های قبول کرده شدن که حقوق فوندامنتالی انسان را محدود کردن. بسیار می‌خواستم که همین قانون‌ها پارلمان نو این قانون‌ها را برهم بدهد. من آرزو دارم که همین کوشش کرده ایستادم. من همکار هستم. همین معاشم جمع کنم و نزد پدرم روم. پدرم مسکو با دادرم هم میبرم بعد خودم میبیام با. یعنی باید اونا مسکو دیدن سیاحت. نموخه. ای خداوند زمین و آسمان تا به نوروز دیگر ما را رساند. در این فصل سال نوروز عالم روز خداوند در این منزل برافروز از کرم نوره که تا گم کرده خود را بیابد عقل انسانی. بگذار نوروز برای هر یک خاندان فیض برکت آورد. هر یکی ما و شما را ساکنان عزیز کشور تاجیکستان را مبارک نظر و مبارک قدم و مبارک نفس گرداند.